بریم با هم پلنافیر امسالم رو درست بکنیم و اول ویدیو میگم که چرا این پلنافیر با تصویر مهم هستش و کافی نیست. بعدش چند تا اپیزود رو هم معرفی میکنم و خوشحال میشم اگه شما هم اپیزودی رو میشناسید که فارسی زبان هستش یا انگلیسی مهم نیست من معرفی کنید، منم به پلیلیست یوتیوبم اضافه کنم و نگاه کنم و ازشون اطلاعات به دست بیارم و کنار هم باشیم. Let's go کنار سفره افسینه. خب منهای دوران کرونا که واقعا آدم نمیتونست پلن بچینه کاری بکنه، من دوران راهنمایی همیشه برای خودم برنامه میریختم، اشتباه درست و هر سری این اشتباهات کم و درست زیاد میشد و الان حس میکنم روشی که دارم روش اشتباهی نیست. روشی هم که دارم دیدم توی فصلای اول این اپیزود جافکری که خب خیلی دوستش دارم و یه اپیزود فارسی زبانه، دقیقا دیدم با روش من داره میگه هدف گذاری کنید و این حرفا. این روش مثل روش شکار عقابه. یه عقاب وقتی شکار میکنه از کوه میره بالا جایی که لونه داره و از بالا به اطراف نگاه میکنه تا حالا هدفش که مثلا یه خرگوشی که تو دامنه کوه داره میدوه رو ببینه. وقتی که هدفش رو مشخص کرد، اون چشه که فاصله چند کیلومتری رو میتونست ریکگنایز کنه میبنده و با اون یکی چشمش خودش رو ادجاست میکنه و پی خرگوشه میره. میبینید که میاد و هدفش رو در نهایت شکار میکنه. ما هم باید مثل یه عقاب دید جامع داشته باشیم که با کوچکترین نگاه بهش اهدافمون یادمون بیاد. این اهدافتون نباید کلی باشه. مثلا نباید بنویسید من میخواهم ثروتمند شوم، من میخواهم مهاجرت کنم، من میخواهم زبان یاد بگیرم، من میخواهم لاغر شوم. باید روش‌هاشو در بیارید و فعلا یه چند روزی هست تا سال جدید. مثلا برای سرمایه‌گذاری شاید بهش دوره‌های MBA میذاره، همه میتونن برن ثبت نام کنن، یه هزینه اولیه‌ای میگیره، 2 سال پیش 5 میلیون بود. میتونید یه دید کلی از مدیریت و چجوری سرمایه‌گذار به دست بیارید، با کارمند چجوری برخورد بشه، اینا رو یاد بگیرید. اپیزود جافکری یه فصلی داره، فکر کنم فصل 3 جافکری در مورد احساسی اومده سرمایه‌گذاری رو بررسی کرده و خیلی جالبه، میتونید گوش بدید. خیلی یوتیوبایی هستن که میتونن در مورد نحوه ورود به بازار و خرید ارز دیجیتال توضیح بدن و قطعا من مطمئنم فارسیاش هم وجود داره و خیلی یوتیوبای فارسی زبان خیلی قوی دارن پیش میرن. برای مهاجرت باید بیاید مثلا ببینید آیا اصلا بلدید استاد سرچ کنید، مثلا بگید آقا من یه ماه میخوام یاد بگیرم، تو یوتیوب سرچ کنم چجوری میشه استاد پیدا کرد، یا مثلا برم توی تلگرام اسم دانشگاه ها رو بگردم، گروه های فارسی زبان اون دانشگاه رو پیدا بکنم و بهشون ایمیل بدم و بچه ها پیام بدم، یا توی لینکدین دانشجوهای اون استاده رو پیدا کنم بهشون پیام بدم در حین اینکه دارم زبان میخونم. من برای فیت بودن مثلا باید به این فکر کنیم که خب باید هفته 2 بار باشگاه برم، به قول خارجی ها عصای پیری ما ماهیچه همونه نه بچه همون. چیزی که حالا من انجام میدم اینجوریه که میام میگم خب من یه دانشجو هستم و اگه کارهای اکسپریمنتم و مقالم و کنفرانسیامو خوب انجام بدم خب موفق میشم انشالله در کارم آینده. پس باید روی اینا فوکس کنم، سال آینده یه تایمایی رو براش بگذارم. که اینجا زبانش فرانسویه و همچنان باید من زبان یاد بگیرم و خب یه نوع رشد و هدفهای فردی باید باشه که یکیش مایچای بدنم. یه سری رشدهای فردی دارم که مثلا گذاشتم رشد مغزی، مایچه مغزم، که مثلا میام همین اپیزودها رو گوش میدم. خیلی اپیزودهای قشنگی هستش، 30 دقیقه 40 دقیقه هستش، گوش میدی و چقدر دید آدم رو وسیع میکنه. این پادکست کنجکاو بمانیم هستم و خیلی نکات خوبی توش، ویدیوهای خیلی خوبی وجود داره و من سعی میکنم همیشه
یک شوا کنم و نگاه کنم و به نظرم هم اطلاعات عمومیمو زیاد میکنه، هم آگاه هم میکنه، هم برای اینکه فرصت ندارم کلی کتاب بخونم حداقل یه دید کلی میده. خوب نیست که فقط همینا باشه کتاب نباشه میدونم، ولی خب یه دید کلی میده. یا مثلا این دیپ پادکستم خیلی خوبه، خیلی اطلاعات مفیدی میده. سعی میکنم با غذایی نیم ساعت تو روز یه جایی پیدا کنم و خب اینا رو گوش بدم و خیلی ویدیوهای با کیفیتی هستن و واقعا اینا داره خوب پیش میره. زبانشون هم فارسیه. آره اینجوری سعی میکنم که مغزمم ارتقا بدم. نگاه کنیم 1 2 3 4 5 اینم 6. باید صفحه‌ای که دارم 6 تیکه کنم. بعد تو هر تیکه این اهدافی که گذاشتم ازش عکسای بذارم که وقتی دیگه لحظه نگاه میکنی. خب در مورد بک‌گراند، خب من اومدم بک‌گراند هندسی که حال رنگ پاستلی داشته باشه سرچ کردم. خب دنبال یه چیزی هستم که 5 قسمت باشه. شما چیزای قطعا بهتر میتونید پیدا کنید، ولی خب من این رنگش رو دوست داشتم و اینو انتخاب میکنم و توی هر بخشش یه هدفم و عکس‌هاش ازش رو میگذارم. حالا این عکس‌ها رو هم از پینترست سرچ کردم. میتونیم اسکرین شات بگیریم و روی هر ایمیج المنتی اشاره کنیم، کپی کنیم، میتونیم پیست کنیم توی صفحه دیگه و کارمون رو انجام بدیم. چای مهمه، تو همه این قسمت ها میشه گذاشت. و خب حتما انواع غذاهایی که با جوی 2 سرپرک درست میشه، من از جوی 2 سرپرک که سبز شده و بعد خوش شده استفاده میکنم. رودهایت پرفروش و بیقرار، کوههایت سربلند و استوار، بند ما همه از خاک توست، تار و پود ما ز خاک پاک توست. آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین. بوی نارنج و ترنج و عطر بید، میتوان از تربت حافظ شنید. خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.